با بخش‌های اوی با کارهای دین، تنظیم انواع جشن مراسم ملی، مفهومات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر نامه جمهوری، معلومات رو با تعداد شهروندان جمهوری که در مؤسسات تعلیمی دینی خارج کشور به طور غیر رسمی تحصیل می‌نمودند دسترس نمود. معلوم گردید که در مجموع 3360 نفر شهروندان جمهوری در مؤسسات تعلیم دینی خارج از کشور تحصیل نمودند. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری تا دستور 2152 نفر و بعد دستور 856 نفر در مجموع 3008 نفر دانشجویان به وطن برگشتند. همزمان تحلیل‌ها نشان دادند که از تعداد عمومی و جمهوری برگشتگان 64 نفرشون دست به جنایت زدند، از جمله 29 نفرشون بنابر سبب دست داشتن به حزب و حرکات‌های تروریستی در محبسخانه‌های جمهوری و خارج کشور زندانی گردیدند. این چنین 6 نفر اونها در گفتگوهای مقامات حفظ حقوق قرار دارند. علاوه بر این 5 نفر دیگر عضو جرایم غیرقانونی سلفیه میباشند. تعداد فوتیدگان 18 نفر را تشکیل میدهند. در عین زمان 6 نفر آنها توسط فدراسیون روسیه به سوریه رفته و صف مجاهدینی که در عملیات‌های حربی اشتراک دارند. از جمله یک نفر از این تعداد سال 2014 فوتیده است. از حساب عمومی برگشتگان 23 نفر خدمت حربی را اجرا کرده ایستادند. واسه به مسئله که درک کردیم که 6 در مدرسه متوسطه آنها واقعا در کمیته دین از قید گذاشتند، ولی با سبب اینکه برنامه‌هایشان طبق استانداردهای دولتی مطابقت نمی‌کرد تا حال از جانب وزارت معارف لیسانس که جزئیات دسترس نکردن از این جهت فعالیت آنها موقتا ختم کرده شده است تا دسترسی بازداشت است تا وقتی با لیسانس یا جزئیات از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با آنها داده شد. طبق معلومات 10 نفر از خوانندگان شهر توس به سوریه رفتند. نگاه شما به این مسئله و دوم اینکه قرار شما مثلا از 35 ساله به بالا اجازه سفر به حج رو دارند. فکر نمی‌کنید که این دخالت به آزادی وجدان هست، آزادی دینی هست، چون در دیگر کشورها چنین محدودیت وجود ندارد. اصلا مسئله با فکر من مسئله باید همه جانبه بررسی کرده شود. مثلا همه جانبه بررسی کرده شود. چرا مبالغ که شخصیتش تشکل نیافته است، او را هر گونه فریفته کردن آسان است. ولی چی بدبختی است که پدر یا مادر یا که همون نفرایی که از این کار آگاه هستند مسئله رو یک میشن. این تنها با یک سمت دینی همه جانبه، هم مثلا تربیت، هم مثلا مقامات، هم خادمان دین در اسلام باید اجرا و این چنین خود روزنامه‌نگاران وابسته به محدود کردن توصیف 5 ساله ها این خاراکتری توسعه‌ای دارد. تحلیل‌ها نشان دادن که مثلا ما ناحیه‌ای داریم که تا سال 2025 علاقه مردم در چی شده؟ در نوبت تا سال 2025 در نوبت شده هستند. این محدودیت خاراکتری فلسفی دارد، خاراکتری قطعی ندارد. یعنی اولویت برتریت بر اون داده می شود که سن سالشون از 35 بالا رفت. ما در موعظه اخیر در حقیقت با خاطر اون ناراضگی که نهضت اسلام خود را همچون یک قسمت اساسی صلح اعلام کرده بود و ناراضگی بیان کرده بود با تمام دولت‌های کفیل صلح و سازمان بین‌المللی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی. خب این اصلا منطقاً و واقعاً هم نادرست بود. به خاطر همین ما یکی مرکز اسلامی ریاست مرکز اسلامی اظهارات داده بود که چنین بیان یعنی غیر منطقی و غیر واقعی است. چرا که در اینجا اتحاد نیروهای مخالفین بود، تنها نهضت نبود. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان با اتحاد مخالفین امضای صلح کرده بودند. حالا نمیشد که نهضت بگوید که نه حکومت جمهوری تاجیکستان اتفاق صلح یا که امضای سازشنامه صلح تنها با ما کرده بود. خب این غیر منطقی که بود و ما دیدیم که در این خبر خطر هم هست برای آرامی کشور و پریشانی مردم مسلمان هست. خب مرکز اسلامی همچون یک توصیه همچون نصیحت به مردم کشور نصیحت کردند که مردم آگاه باشه، هوشیار و بیدار باشه و به گفته هر گروه یا هر حزب
فرق نمیکند خود نهضت باشد خود دیگر، یعنی فریفته نشوید. یک بار آرامی از دست رفت با چنین خبرهای بی اساسی بی منطق و چقدر خونه ها ریخت و چقدر ناآرامی ها و خونه ها سوخت، بس است دیگر. خب مردم رو برای بیدار کردن و هوشیار کردن و آگاه کردن این معنای دخالت در سیاست ندارد، برعکس این همچنین یک توصیه و نصیحت به مردم مسلمان کشور عزیز است.